میخوام براتون یه داستانی رو تعریف کنم، داستانی که شاید بعضیا شنیدنش، شاید بعضیا نشنیدنش. داستانی که راجع به رفاقتی که به نظر من قدیم بهتر بوده از الان فقط پشت سر فقط حرفه. میخوام 5-6 دقیقه از وقت زندگیتون رو بگیرم که به این داستان گوش بدین. میخوام انقدر خوب اجراش کنم که موهای بدنتون سیخ بشه. سعی خودم میکنم، نوکرمتونم هستم. بریم گوش بدیم. میگه 2 رفیق بودن، یه آبادانی یه تهرانی. آبادانی اسمش محمد بود، تهرانی اسمش علی. این 2 تو سربازی با هم آشنا میشن، تو اون سختی با هم آشنا میشن و که فقط 5 دقیقه همدیگر رو نمیدیدن نگران حال همدیگه میشدن. خلاصه 2 سال خدمت اینا تموم میشه. موقع خداحافظی تهرانیه به آبادانی میگه محمد، سربازیمون تموم شد ولی رفاقتمون هیچ موقع تموم نمیشه. هر موقع کار خواستی بیا تهران. آبادانیه میگه من پول و پله‌ای ندارم ولی هر موقع خواستی زن بگیری بیا آبادان، خودم واسه زن بگیرم. بعد 1 سال تهرانی حوض زن کردن میکنه. میره کجا؟ میره آبادان. دنبال خونه دوستش میگرده، میبینه خونه فقیر، هیچی ندارن، واقعا هیچی ندارن. در میزنه، محمد میاد در رو باز میکنه، سلام علیک. 1 هفته مهمون نوازی. بعد 1 هفته علی به محمد میگه نمیخواستی واسه من زن بگیری؟ میگه چرا؟ میگه بریم واسه من زن بگیر. میرن تو دوست، آشنا، همسایه، هر چقدر میگردن تهرانی نمیپسنده. موقعی که میخواسته بره تهران خداحافظی کنه به محمد میگه تو به قولت وفا کردی، من نپسندیدم. در همون دقیقه هم یه دختر خوشگل سنگین میره تو خونه آبادانیه. این دختر کی آبادانیه میشه؟ نامزد آبادانیه. تهرانیه به آبادانیه میگه محمد من اینو میخوام. محمد میگه باش. با خانواده صحبت میکنه، با نامزده صحبت میکنه، بدون اینکه تهرانیه بفهمه دست دختره رو میده تو دست پسره، میفرستتش بره تهران. بعد 1 سال پسر گوشه‌گیر شده، محتاط شده. مامانش میاد تو خونه میگه زن تو دادی رفت، برو ببین رفیقت بهت کار میده. میره تهران دنبال خونه دوستش میگرده، میبینی یه ساختمون بلند، تشکیلات، همه چیز داره. زنگ خونه رو میزنه، یکی ور میداره، میگه سلام منم. میگه برو آقا من تو رو نمیشناسم. قطع میکنه. این پیش خودش فکر میکنه شاید صداش عوض شده، نشناخته. دوباره زنگ میزنه، میگه سلام علی، منم محمد، از آبادان اومدم. میگه برو آقا، من رفیق به اسم محمد اصلا ندارم. خلاصه میره روبروی ساختمون، روی چمن میشینه، خواسته خستگی در کنه. میبینه 3 نفر دارن میان سمتش، قیافشون هم به دزدا میخوره. این میگه الان میان منو کتک میزنن، پولم هم میبرن، بذار صداشون کنم، پوله رو بدم، کتکه رو نخورم. صداشون میزنه، میگه من انقدر پول دارم با یه تیکه نون، میخوام برگردم آبادان، اگه میخوایم ببرین ببرین، دیگه کتک هم نزنین.
دزدا میگن نه ما تازه دزدی کردیم، بیا انقدر پول واسه تو. این میگه با این پول میرم یه کت شلوار میخرم، یه حموم میرم، یه اصلاح میکنم، میرم آبادان به مادرم میگم رفیقم به هم کار داد، من قبول نکردم، نگم رفیقم نامردی کرد. خلاصه میره کت شلوار قشنگ تیپ میزنه، همومو میره، خواسته برگرده که خانه براش بوق میزنه، آقا بیا سوار شو، آقا بیا سوار شو. آبادانیه میگه خانم برو تو رو خدا، من بچه تهران نیستم، بچه شهرستانم، زودم گول میخورم، تو دیگه گولم نزن. زنه میگه نه میخوام واسم کار کنی، از تیپ قیافت خوشم اومده. میره واسش کار میکنه، از شانس پسره کار زنه میگیره، زنه پولدار میشه. بعد 6 ماه زنه میاد میگه خوشم اومد ازت، واقعا مردی، اگه دوست داری بیا دختر من بگیر. دخترش رو میگیره. بعد چند ماه دختره به آبادانی میگه محمد بالای شهر یه شرابخوری هست، یه مجلس شرابخوریه، میای بریم؟ محمد میگه باشه بریم. میرن بالای شهر، میرن تو، میشینن اونور مجلس. کی نشسته؟ نامزد سابق آبادانیه که الان شده زن تهرانیه. آبادانی ناراحت بوده، میگه ساقی اول من. میگه بزنیم به سلامتی اون رفیقی که قول داد و به قولش وفا نکرد. همه میزنن. پیک دومو بزنیم به سلامتی اون سه تا دزدی که به دادم رسیدن و بهم پول دادن. باز همه میزنن. پیک سومی بزنیم به سلامتی این زنی که بهم کار داد و این دختری که زنم شد. خب هرچی گفته بود به تهرونیه پرونده بود دیگه. تهرونیه بهش بر میخوره، میگه ساقی دوم من. میگه بزنیم به سلامتی اون رفیقی که قول داده به قولش وفا کرد. همه میزنن. پیک دوم بزنیم به سلامتی اون سه تا دزدی که دزد نبودن و من فرستاده بودمشون. باز همه میزنن. پیک سومی رو قسم خورده بودم که نگم، قسم خورده بودم که نگم، ولی میگم. پیک سومی بزنیم به سلامتی اون زنی که مادرم و اون دختری که